دوستان عزیز، به شبکه کاروان عمر خوش آمدید. هنگامی که به شبکه مهمان میشوید، کمچه پادپیساتسیا را زیر کنید و از نوارهای ما با خبر شوید. نویسنده کویتی عبدالله خداوند رحمتش کند پیش از مرگش چنین نوشته بود: من از مردن نمی ترسم و نگران نیستم و برای جسم بیجانم پروایی ندارم، زیرا برادران اسلامی هم این کارها را با جسم من انجام میدهند. یکم، لباسهایم را میبرارند. دوم، آب بازیم میدرارند. سوم، کفن را میپوشانند به من. چهارم، از خانه ام میبرارند. پنجم، با من به خانه نوم قبر میروند. ششم، در جنازه ام بسیاری از آنها میآیند، بلکه بسیاری ها حتی کارهایشان را برای گرانیدن من ترک میکنند. بسیاری از آنها حتی بر نصیحت های من فکر نمی کردند. هفتم، از این چیزها محروم می گردم: کلیدهایم، دفتر کاریم، سمکه ام، پایافزالم، لباسهایم. و اگر خویشاوندانم راضی باشند آنها را صدقه می کنند تا برایم یگان فایده بخشد. یقین بدانید که دنیا برای من هیچگاه غمگین نمی شود و از حرکت باز نمی ایستد. اقتصادش پیش می رود. به وظیفه من دیگری می آید تا کار را پیش برد. مالهایم برای وارثانم می ماند، در حالی که من باید جواب آنها را دهم، چی بسیار باشد چی اندک، ضعیفانه و حقیرانه. اولین چیزی که من پس از مرگم محروم می شوم این نام من است. از این سبب هرگاه بمیرم میگویند جسد کجاست؟ مرا به نامم ندا نمی کنند. هرگاه برایم نماز خواندنی شوند میگویند جنازه را حاضر کنید، نامم را نمیگیرند. وقتا در قبر گذاشتنی شوند میگویند میت را بیارید، اینجا هم نامم را نمیگیرند. از این سبب هرگز با نام و نسبم و قبیله ام به مقام و منصبم مغرور نمی شوم. چه دنیای پسی است این دنیا و باز از پی او روانیم. ای کسی که حالا در قید حیاتی، بدان که برای تو سه طایفه از مردم غمگین می شوند. یکم، مردمی که کم و بیش تو را می شناسند میگویند بیچاره فلانی. دوم، رفیقان و دوستانت چند ساعته یا اینکه چند روزه غمگین می شوند، سپس باز از پی شوخی و خنده هایشان می روند. سوم، غمی سخت در خانه ات خواهد بود. اهل عائله یک هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه، حد اکثر تا 1 سال غمگین می شوند. سپس تو را در خاطره ها می سپارند. قصه تو بین مردم تمام شد. قصه حقیقیت تا آخرت است شروع می شود. آن چیزی که از تو می رود، زیبایی، مال، تندرستی، فرزند، خانه و در، زن، تنها عمل حیات با تو می مانند. حیات حقیقیت سر شد. اینجا سوالی به میان می آید که چه چیز برای قبر و برای آخرتت آماده کردی؟ این حقیقت است که باید روی آن فکر کنی. از این سبب در انجام فریضه ها، نوافل، صدقه پنهانی، عمل صالح، نماز شب حریص باش، شاید نجات یابی. دوست و برادر شما یاسین جان محمد این را بهر شما نقل کرد. در حقش دعای خیر کنید.